سلام. ببین یه چیزی درست کردم، یعنی محشر. فقط ببین چجوری داره قلقل میکنه. بریم با هم درستش کنیم. 4-5 تا سیب زمینی یه اندازه میخوایم، کامل تمیزشون میکنیم و پوست میگیریم میذاریم کنار. قسمت خوشمزه ماجرا ژامبون گوشت مادام سوسیکاه. فقط نگاه کن تیکای نمایشی گوشت رو ببین، محشره. باید بچشی ببینی من چی میگم. یه بوی میپیچه تو آشپزخونه، یعنی وا ویلا. لات اصلا مواد نگه دارنده و نیتریت نداره، پس انتظار رنگ صورتی و خوش رنگ شرکتی و بازاری رو نداشته باش، ولی خیالت راحته که مواد نگه دارنده نداره و سالمه. سیب زمینی ها رو که تمیز کردیم حلقه حلقه میکنیم اندازه ژامبونای گوشت. بذار کنار که کارشون داریم. میریم با هم دیگه سس بشاملمون رو درست کنیم. کره و 2 قاشق آرد احتیاج داریم. اجازه میدیم اول کره ها ذوب بشه، 2 قاشق آرد رو بهش اضافه میکنیم، تفت میدیم. نمیخوایم رنگ آرد عوض بشه، در همین حد کافیه. 1 لیوان شیر رو اضافهش میکنم. اجازه میدم چند دقیقه غلظت پیدا کنه. تو این تایم حتما هم بزنین. نمک و فلفل سیاه هم بهش اضافه میکنم. یه چند دقیقه هم میزنم تا کامل غلظت پیدا کنه. دیدی غلظتشو؟ حالا یه ورق سیب زمینی، یه ورق ژامبون گوشت، همینجور دور تا دور میچینم تا ظرفم پر بشه. من اینجا دیدم ژامبون گوشتم حلقش بزرگتر است نسبت به سیب زمینیه، ژامبون گوشت رو نصفشون کردم. کامل دور تا دور میچینیم ظرف کامل پر بشه. حالا کامل چیده شد، سس بشاملی که درست کردیم و کامل روش میریزیم. سعی کنیم تمام سیب زمینی‌ها رو بگیره، چون سیب زمینیامون خام بود کامل اینجوری پخته میشه. پنیر پیتزا برای خوشگلاسیونم یکم فلفل دلمه و ذرت اضافه کردم. تموم، بره توی فرن. تقریبا 1 ساعت با دمای 180 درجه تو فرن موند. حالا نگاش کن. درستش کنی میشه جزء خوشمزه ترین غذاات، مطمئنم.